سلام، سحر عباسی هستم، مربی و رفتارشناس سگ‌ها. امروز قراره توی این ویدیو در مورد نژاد محبوب و پرطرفدار چاو چاو براتون توضیح بدم. با من همراه باشین. اولین چیزی که باید بدونید اینه که این نژاد مناسب افرادی که هیچ تجربه یا نگهداری سگ‌ها ندارن نیست. از تاریخچه پیدایش چاو چاو شروع می‌کنیم. باید بدونید که این نژاد یه تاریخچه بسیار دور و اصیل داره و زیستگاه چاو چاو سرزمین‌های شرقی بسیار سرد بوده. جالبه که بدونید که چاو چاو همون سگ امپراتوریه که در گذشته به عنوان فوداک شناخته می‌شده. حالا فوداک چیه؟ فوداک همون شیرهای نگهبان چین یا همون نگهبان امپراتورن که حتما تو خیلی از فیلم‌ها شیرای سنگی که توی دربار جلوی ورودی‌ها قرار دارن رو دیدین. چاو چاو یه نژاد بسیار قدیمیه و جزو اولین نژادهای جدا شده از گرگاه. و تحلیل دی ان ای اونا نشون میده که منشأ اصلیشون به مغولستان و سیبری برمیگرده. البته بعضی از تاریخ‌شناسا بر این باورن که منشأ اصلی پیدایش این نژاد از چین بوده که به عنوان سگ‌های نگهبان امپراتور استفاده می‌شده. حالا بریم سراغ خصوصیات ظاهری چاو چاو. اولین چیزی که میشه بهش اشاره کرد چهره اونه که به شیر یا همون سلطان جنگل شباهت زیادی داره. ظاهر چاو چاو بسیار تنومنده. گردن کوتاهی داره، جمجمه کوچیک و پهن و مثلثی با گوشای کوچیک و گرد و ایستاده و موهای متراکم داره که باید بدونید که به طور کلی به دلیل بلند بودن موهای چاو چاو رسیدگی زیادی میخواد. در فصل بهار و تابستون هم ریزش موی نسبتاً زیادی دارن. از خصوصیات ظاهری چاو چاو میشه به رنگ زبون این نژاد که به رنگ آبی پررنگ و بنفش تیره هستش اشاره کرد و همین ویژگی باعث شده که چاو چاو به سگ زبون آبی هم معروف بشه. چاو چاو تو رنگ‌های حنایی، دارچینی، کرم، سفید، مشکی، خاکستری وجود دارن که البته این تنوع رنگی تو همه کشورها دیده نمیشه. و توجه کنید که پوشش خالدار یا رنگارنگ جزو استانداردهای این نژاد نیستن و در آخر میشه به یالهای اون اشاره کرد که ظاهرش رو خشن‌تر و جدی‌تر میکنه. خصوصیات ظاهری رو گفتیم. حالا بریم سراغ خصوصیات رفتاری. سگ چاو چاو در مواجهه با غریبه‌ها با احتیاط رفتار میکنه و به راحتی با کسی صمیمی نمیشه. پس اگه قراره با یه چاو چاو برای اولین بار روبرو بشید، بهتره یکم صبور باشید تا به حضور شما عادت کنه. چاو چاوها سگ‌های باوفا، باوقار و کمی گوشه‌گیرن و شخصیتی مستقل دارن. اما مثل بقیه سگ‌ها دوست دارن که مورد توجه و محبت صاحبشون هم قرار بگیرن. چاو چاوها سگ‌های خیلی پرتحرکی نیستن و راحت میشه توی آپارتمان ازشون نگهداری کرد. اما با این حال باید یه زمانی رو برای پیاده روی، بازی کردن و تخلیه انرژی براشون در نظر گرفت. از اونجایی که این نژاد سگ خیلی باهوشه، ممکنه همین هوشش باعث رفتارهای خودسرانش هم بشه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده. برای همین خیلی مهمه آموزش و تربیت چاو چاو رو از سن کم شروع کنید. و نکته قابل توجه اینه که وقتی یه طول چاو چاو رو وارد زندگیتون میکنید، باید از همون اول مدام با سگ‌ها و انسان‌های دیگه آشناش کنید. فقط با اجتماعی تربیت کردن اوناست که میتونید یه سگ آروم و مطیع داشته باشین. گفتیم که چاو چاوها شخصیت مستقلی دارن. همین موضوع هم هستش که باعث میشه به راحتی به دستورات شما گوش ندن و به همین دلیل این نژاد بسیار به آموزش نیاز داره، وگرنه به یه سگ لجباز و خرابکار و کله شق تبدیل میشه. سگ چاو چاو یکی از نژادهاییه که اگه تایم طولانی تنها بمونه به انواع مشکلات رفتاری دچار میشه. برای مثال اضطراب جدایی. پس اگه یه چاو چاو دارید حتما یه مربی هم داشته باشید. حالا بریم سراغ بیماریایی که سگ چاو چاو میتونه درگیر اونا بشه، مثل آکروپیون چشم، دیسپلازی مفصل، دیسپلازی آرنج، آلرژی و عملکرد تیروئید که البته این موضوع نباید باعث نگرانی شما بشه. شما با مراقبت‌های دقیق و مسئولانه و مراقبت‌های دامپزشکی میتونید این موارد رو به حداقل برسونید و در نهایت اینو باید بدونید که چاو چاوها مستعد بیماری پوستی هم هستن و باید به درستی و با دقت و آگاهی ازشون مراقبت کنید. و در آخر سگتون با تغذیه مناسب و رسیدگی شماه که میتونه بین 9 تا 15 سال در کنار شما سلامت و شاداب زندگی کنه. اگه شما هم تجربه یا نگهداری چاو چاو دارید برام کامنت کنید، یا اگه فقط طرفدار این نژادین بهم بگین که چه ویژگی این نژاده که شما رو جذب خودش کرده. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها دیدید. اگر که تازه با کانال ما آشنا شدید کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا ببینیم که چاو چاوها چقدر طرفدار دارن.